فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آیا کار کردن در بانک ربوی خصوصی باشه یا دولتی در ایران جایز نیست؟ به صورت کلی همکاری کردن با به اصطلاح در بانک هایی که ربوی هستند و ربا میگیرن قطعا مجبور میشوند که به اصطلاح برنامه هایی که در بانک هست اجرا بکنند و وام بدهند، وام بگیرند، که در این زمینه از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این افراد در واقع لعن و نفرین شده. اون کسی که وام میگیرد، وام میدهد یا کمک میکند، شاهد میشود برای این موارد، تمام مورد در واقع نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتند. تا جایی که میتونن باید از این موارد باید اجتناب کنند. جزاکم الله خیر.